کننده تانک جنگی مدرن. این نهایت فناوری و هنر ساخت ابرسلاح‌های مدرن است. اما این تانک یک جد باستانی دارد که به همین میزان وحشت‌آور بوده. 2500 سال پیش یک برج تخریب کننده پوشیده از فولاد و مجهز به کشنده ترین و دقیق ترین سلاح‌های آن دوران چهره میادین جنگ را برای همیشه تغییر داد. این وسیله را نابودگر شهرها می‌نامیدند. این هیولای 10 تنی با 15 متر ارتفاع چگونه کار می‌کرد و چگونه از آن در برابر حمله دشمن محافظت می‌شد؟ ما تیمی از متخصصان را به چالش کشیده ایم تا نمونه‌ای از این سلاح بی‌نظیر را، آن هم فقط در 7 روز بسازند و آن را در گرماگرم نبرد امتحان کنند. جزیره سیسیل در سال 394 پیش از میلاد توسط کارتاژهای شمال آفریقا به شدت مورد حمله قرار گرفت. دایونایسیوس پادشاه یونان مصمم می شود که سرزمین مادریش را آزاد کند. دایونایسیوس بهترین طراحان ابرسلاح‌های دنیای باستان را به خدمت می‌گیرد تا ویران کننده ترین سلاح را برایش طراحی کنند. یک برج زره‌پوش متحرک مجهز به ویران کننده ترین سلاح‌ها. این اولین تانک چوبی بوده که ساخته شده. سلاح‌ها و سربازا هم تو قسمت بالاییش سوار می‌شدن. سلاح‌ها هم این بالا قرار می‌دادن. زمانی برج شهرها نقطه برتری بودند، اما زمان آن به پایان رسیده است. دلیل اینکه این سلاح نابودگر شهر مینامیدن این بود که این سلاح دقیقاً همین کار را انجام میداد. چگونگی ساخت این سلاح یک راز است، اما دوباره ساختن آن میتواند گوشه‌ای از رازهای ساخت آن را برملا کند. ما تیمی از متخصصان را دور هم جمع کرده ایم و آنها را با چالش ساخت یک نابودگر شهر و امتحان کردن آن روبرو کرده ایم. آل نجار. من بهترین چیزها رو میسازم. لاریت مهندس مکانیک است. یه پسر بعد توی یه جای بعد با یه سری کارای بعد. جردن یک نجار سنتی جوان. به نظرم ماشین ها ما را یه خرده‌ای تنبل کردن. من مطمئنم که یه آدم قدرتمند با راندمان کار خوب بالا میتونه خیلی موثرتر باشه. در نهایت جنیفر مهندس سازه. ما کار خیلی سختی داریم ولی خب ما از پسش برمیاییم دیگه. روز اول قرار است تیم کار خود را در این استحکامات باستانی واقع در شهر آسورا در پادشاهی مراکش انجام دهد. ارتفاع این دیوارها به اندازه ارتفاع دیوارهایی است که زمانی شاه دایونایسیوس از فراز آنها به کارتاژهای مهاجم حمله می‌کرد. به نظرم نمیتونن ازش محافظت کنن. نه در مقابل چیزی که ما می‌خوایم بسازیم. ارتفاع این دیوار به اندازه 3 ساختمون 4 طبقه است. پس ما باید یه ساختمون 4 طبقه رو تو 7 روز بسازیم. بعد بذاریمش رو چرخ و به این دیوارها حمله کنیم. اعضای تیم در زیر سایه درخت بلوط قدیمی در مورد جزئیات کار بحث می‌کنند. اونا با این برج میتونستن کل یه ارتشو از روی دیوار عبور بدن بدون اینکه مجبور باشن دیوار رو خراب کنن. احتمالاً هر کی که روی دیوار بوده یا توی شهر اونور دیوار بوده با دیدن این هیولا از ترس به خودش میلرزیده. کار تیم بیشتر بر اساس حدس و گمان پیش خواهد رفت، چون شواهد تاریخی خیلی کمی از این سلاح باقی مانده است. می‌دانیم که یک برج بلند ساخته شده از الوار بوده که با پوست حیوانات پوشانده می‌شد، مجهز به سلاح‌های گوناگون و یک پل متحرک برای رفتن به بالای دیوار بوده است. این یک هیولای ترسناک بوده است. اعضای تیم برای داشتن درکی بهتر از کاری که قرار است انجام دهند به بالای هدف خود می‌روند. لاری شین مهندس سازه رهبری تیم را بر عهده دارد. او به خوبی می‌داند که تمام اجزا تا بالاترین قسمت برج باید کاملا مستقیم باشند. بالا بردن این هیولا از یه سربالایی خیلی سخت و نفسگیر بوده. خب این طبیعیه. شاه دایونایسیوس یک ارتش کامل برای ساخت این سلاح در اختیار داشت، اما تیم ما فقط 4 نفرند. به همین دلیل حاج که آهنگری محلی است و مصطفی که نیز نجار است به تیم ملحق می شود. تیم می تواند از تکنیک ها و ابزارالات مدرن هر جا که لازم است استفاده کند.
اعضای تیم مجبورند مواد اولیه مورد نیاز را در همین منطقه پیدا کنند. پس جردن به یک الوار فروشی میرود. به اندازه این کنده درخت نگاهی بندازین. رشته تحصیلی اصلی جردن فینچ فلسفه است، اما او علاقه زیادی هم به نجاری کلاسیک دارد. پس این آشفت بازار کنده های درخت وی را اصلا نمیترساند. اینجا همه چیز در هم و بر همه. در واقع میشه گفت که اصلا نمیشه اندازه دلخواه پیداش کرد. تو پیدا کردن قطعاتی که به اندازه کافی بلند و مستحکم باشن اینجا خیلی مشکل داریم. وقتی دنبال قطعات بلندتر از 5 متر باشید خب باید دنبال چیز خاص بگردید. در همین زمان سایر اعضای تیم مشغول برنامه‌ریزی در مورد چگونگی ساخت برج هستند. آل بر اساس جدیدترین مدل‌های ساخت چارچوب‌های الواری سعی در توضیح چگونگی کار دارد. طرح وی غیر معمول و در عین حال عملی و کاملا هم منطبق بر اصول تیم است. خیلی خوب جنیفر، یه سری تغییرات باید ایجاد کنیم. جنیفر باید اطلاعات کاملی از مواد در دسترس داشته باشد تا بتواند طرح‌های خود را بر اساس آن منطبق کند. جنیفر پریچارد مهندس عمران و مسئول استحکام و هماهنگی کل سازه است. و به این خاطر است که آنها فقط 4 نفرند. جنیفر هم باید آستین‌ها را بالا بزند. این خیلی سنگینه. هیچی سنگین‌تر از وسایل تو نیست. اولین روز کاری به پایان میرسد و تقریباً چیزی ساخته نشده است. تیم هنوز راه طولانی در پیش دارد. روز دوم. صبح زود در محل ساخت لاری و آل کار را بر روی چرخ‌های برج شروع کردند. چرخ‌ها خیلی مهمن. امروز باید حتما یکی از اونا رو بسازیم. باشه؟ امیدوارم بتونیم تا آخر روز یه چرخ بسازیم. تمام وزن این هیولای مخوف روی چرخ‌ها می‌افتد. چرخ‌ها باید آنقدر قوی باشند تا بتوانند کل وزن سازه و سربازان را تحمل کنند. به منظور ساخت چرخ‌ها چوب اوکالیپتوس و کاج را به وسیله پیچ‌های بلند و تسمه‌های فولادی به هم می‌چسبانند. در همین حال جردن در حال ساخت بدنه بزرگ برج است. این قسمت بی‌شباهت به یک شاسی نیست و قرار است کل مجموعه را روی خود نگه دارد. باید تمام قطعات در نهایت دقت به هم وصل شوند تا زاویه کاملا درستی بین چرخ‌ها و محورها به دست آید. جردن از روش‌های قدیمی ساخت و ساز استفاده می‌کند. این یه روش سنتی برای وصل کردن 2 قطعه چوب به همه. مردم 2000 ساله که از این روش استفاده میکنن. این روش وقت گیره ولی امکان اتصال قطعات غیر یکسان رو بهتون میده. جردن ترجیح میدهد به جای وسایل برقی از ابزارالات دستی خودش استفاده کند. اما خط هوایی که با آن مسافرت کردند جعبه ابزار با ارزش او را به جای اینکه به مراکش بفرستد به مونترال کانادا فرستاده است. لاری و آل می‌دانند که با به کارگیری ابزارهای جدید کار را به مراتب سریعتر به پایان خواهند رساند. باید تا آخر امروز 6 تکه الوار اصلی بدنه رو به هم وصل کنیم. خب من فکر میکنم که باید دست به دست هم بدیم و با هم دیگه یه تیم تشکیل بدیم و بهش کمک بکنیم تا سرعت کارش بالا بره. اون به کمک نیاز داره. جنیفر دفتر کار تازه‌ای پیدا کرده است. بچه‌های سر منو جا به جا میکنن. الانم آوردنم اینجا و یه لپتاپم بهم دادن و اصلا میخوان که زودتر طراحی‌ها رو تموم کنم. باید زاویه بعضی از قطعات رو تغییر بدم. البته تا زمانی که به هم متصل نیستن مشکلی نیست و میشه خیلی راحت این کار رو انجام داد. قرار بود روی 4 تا قطعه اصلی برش‌هایی داشته باشیم ولی من یکی از اونها رو از طرح حذف کردم. قطعات برشی اصلی شاسی را به هم متصل می کنند، اما فقط 3 عدد از آنها موجود است. آل قبل از اینکه خیلی دیر شود به این مشکل پی می برد. یه سمتش 2 قطعه برشی داریم و اون طرف فقط یه دونه. باید 2 تا هر طرف باشن که. نه، یه طرفش 2 تاست، اون طرفش یه دونه. نقشه رو ببین. این چیزی بود که خود جنیفر گفت. خودش یکیشونو کنار گذاشت دیگه. آلکاب متخصص کار با الوار و یک آهنگر است و همکنون در حال ساخت این سلاح باستانی است. بعضی از اینا ممکنه همپوشانی داشته باشن. این صداقت باید با هم دیگه کار کنن. قبول ندارین؟ فکر کردم شاید روش من بهتر باشه. دارم با تو مشورت میکنم. نظر شما چیه؟ نه، اونجوری که من میگم انجامش میدیم.
نمیخوای به روش من امتحانش بکنی؟ نه اصلا. میتونی قطعه بعد رو با روش خودت برش بدی، ولی الان سرعت از همه چیز واسمون مهمتره. متوجهی که مهمتره. این که روش‌های سنتی جردن توانایی انجام کارها را دارند یا نه مسئله است که زمان تعیین خواهد کرد. اما الان نگرانی‌های مهمتری وجود دارد و آن هم فراهم کردن محور برای چرخ‌های برج است که کار آنها را عقب می‌اندازد. روز سوم. بدون محور و چرخ برج هیچ جا نمی‌تواند برود. در زمان باستان لازم بود نابودگر شهر را در فاصله‌ای مطمئن از شهر و دور از دسترس حمله دشمن می‌ساختند. پس لازم بود برای بردن آن به معرکه جنگ روی آن چرخ نصب شود. فروشندگان محلی آهن‌آلات می‌توانند قطعات ساخت محور را برای تیم فراهم کنند. چیزی که لازم داریم لوله‌های آبه، لوله‌های خیلی قوی. در زمان باستان احتمالاً از چوب برای ساخت محور استفاده می شده، اما تیم به دلیل استحکام و ایمنی می خواهد از آهن استفاده کند. به نظرم یکم ضعیف میاد. این لوله هم باریکه هم زنگ زده، احتمالاً زیر فشار بشکنه. همونی که پاتو گذاشتی روش، اون از همشون بهتره. این قطعه هم اندازش خوبه هم به اندازه کافی محکمه. بس خیلی صافه، کاملا به کارمون میاد. اینها رولرهایی هستند که پیشتر در چاپخانه مورد استفاده بودند. از اینا بیشتر داری؟ ما دقیقا همینو میخوایم. عالیه. همونیه که میخواستیم. آره به دردمون میخوره. برمیگردیم به کارگاه. لاری مشغول ایجاد حفره مورد نیاز محورهاست. عالیه، همونجا خوبه، برش کن. ایجاد سوراخی به اندازه محورها کار دشواری به نظر میرسد. خب اون چیزی که میخواستیم و پیدا کردیم. الان فقط مونده تا یه سوراخ به اندازه محور توی الوار درست کنیم. آنها برای ایجاد سوراخ به یک قلم مناسب احتیاج دارند. حاج میگوید که میتواند با یک تکه آهن یک قلم مناسب بسازد. اون کارش عالیه. خیلی خوب میتونه از چیزایی به درد نخور ابزارهای به درد بخوری بسازه. نگاه کردن به کارش حس خوبی به آدم میده. شاسی های بزرگی که جردن روی آنها کار میکرد سرانجام آماده شده. اما آیا اندازه آنها درست است؟ خوبه. یکم دیگه اگه فشارش بدی درست میشه. آره؟ خوبه دیگه نزن برش. یکی از تیرها کوتاه‌تر از اندازه مورد نیاز است و در نتیجه باید کل اندازه ها از نو تعریف شوند. در نهایت حاج هم توانست قلم تراش مورد نیاز را بسازد. کارت خیلی خوب بود. ممنون. در همین حال جنیفر مشغول ساخت دیوارهای جانبی قسمت بالایی برج است. زمانی که قسمت پایینی برج آماده شود می توان این قسمت‌های پیش ساخته را به برج متصل کرد. اندازه 3 تا چرخ معمولی وقتمون رو گرفت. آروم. اینجوری خوبه. آره. چرخ‌ها ظاهر خوبی دارند، اما این برج غولاسا چگونه حرکت می‌کرده است؟ شاید نیروی انسانی یا احتمالاً استفاده از گاوهای نر. اما اگر آنها برج را از قسمت جلوی آن می‌کشیدند، بدون شک در خطر حمله دشمن بودند. تیم برای حل این مشکل از راه حل زیرکانه‌ای استفاده می‌کند. به قسمت عقب برج تنابی بسته می‌شود و سپس تناب را از یک قرقره‌ای ثابت در یک نقطه ثابت در جلوی برج رد می‌کنند و به حیواناتی که برای کشیدن برج استفاده می‌شوند می‌بندند. با حرکت رو به عقب حیوانات برج رو به جلو حرکت می‌کند. قرقره به نقطه ثابتی که درون زمین محکم قرار دارد و مرد مرده نام دارد وصل می‌شود. این قطعه رو به عنوان لنگر توی زمین میذاریم تا بشه با استفاده ازش برج رو جلو بکشیم. خوبه. ما داریم دنبال شتر میگردیم. به نظرت میشه این اطراف جایی پیدا کرد که شتر داشته باشه؟ آره من یه جا رو میشناسم بیرون شهره. میتونم همین الان ببرمت اونجا.
اندی جنیفر را به یک مزرعه شتر بیرون از شهر میبرد. سلام، میتونم بیام تو؟ ممنونم. یه شتر میتونه راحت یه ماشین رو بکشه، پس حساب کنید که هر کدوم چند اسب بخار قدرت دارن و چند تا شتر لازم داریم. صاحب شترها میتواند جدیدترین فناوری مورد استفاده در شخم زدن با شتر را هم در اختیار گروه قرار بدهد. اگه درست فهمیده باشم میتونیم 2 تا شتر اینجا، 2 تا هم اینجا و احتمالاً 2 تا هم اینجا این جلو داشته باشیم. آره 2 تا هم اینجا. خیلی خوب، میتونیم 10 تا شتر رو به هم وصل کنیم. آره. درسته؟ میشه تا 10 تا هم وصل کرد. خیلی خوب، این خیلی خوبه. برمیگردیم به کارگاه. جردن مشغول تعدیل اندازه تیرها و اتصالاتی است که با زحمت زیادی آنها را ساخته بود. کار او بسیار دشوار شده است. با اتفاقی که افتاد میدونید دیگه نمیشد روی اندازه های قدیمی حساب کرد. باید اونا رو میبریدیم تا تهش جا بشن. خیلی از این اتفاق خوشحال نیستم، ولی خب باز بهترین تصمیم همینه. بعد کارو جلو ببریم. واسه اینکه بتونیم تسمه‌های فلزی رو دور چرخ‌های اوکالیپتوسی جا بدیم، باید تسمه رو روی آتیش بذاریم تا منبسط بشه و راحت سر جاش بره. بعد از سرد شدن خیلی محکم سر جاش وای میسه. این شکافا که زیر تسمه میبینید با یه سری ورقه فلزی پر میشن و اضافه هاشون روی چرخ پرچ میشن. درست اینجا قرار میگیره و چرخ خیلی محکمتر وای میسه. یواش. این تسمه اونقدر که میخواستیم گرم نشده و دور چرخ نمیره. بهتره بذاریمش تو آتیش تا بیشتر منبسط بشه. روز چهارم کار است و سرانجام امروز صبح جعبه ابزارالات الوارکاری جردن از راه میرسد. بیشتر چیزایی که اینجا مشاهده میکنین باید بگم که کار دست هستن. این چند تا قلمم که اینجا هستن ساخت سوئیسن. این اره مال ژاپنه. شکل دندونه‌های این اره خیلی جالبه. میخوام یه زمانی این ابزارالات رو به بچه هم هدیه بدم. این قلم رو نگاه کنین. این قلم اینقدر تیزه که خیلی راحت موهای دستم هم میتونم بزنم. این آزمایش نهایت تیزی این قلم رو نشون داد. دیدین؟ من واسه این ابزار $120 پول دادم و حاج اینا رو فقط تو 10-20 دقیقه میسازه. واقعا کارشون عالیه. اینم یه نمونه دیگه که حاج ساخته. لاری میشه بگی اون پایین داری چی کار میکنی؟ واقعا نمیبینی؟ دارم این سوراخ رو گریزکاری میکنم دیگه. فشار بده. سعی کن لاستیکاتو از زمین بلند کنی. وزن کامل لوده رو که تقریبا نزدیک به 1 تن میشه روی چرخ انداختیم و نتیجه خیلی خوب بود. استحکام چرخ واقعا بالاست. همونطوری که میخواستیم کار کرد. بزن بریم. باید مسیر حرکت برج را کاملا تخت و محکم کرد. این درسی است که از تاریخ گرفته. اسکندر کبیر توی یکی از حمله‌هاش یکی از همین برج‌ها رو ساخته و وقتی که خواسته اون راه بندازه چون مسیر شنی بوده چرخاش توی شن گیر کردن. ما اصلا نمیخوایم یه همچین اتفاقی دوباره بیفته. واسه همینم میخوایم یه مسیر با الوار درست کنیم. شاه دایونیسیوس نیز مجبور بود برای حمله و آزادسازی جزیره سیسیل یک مسیر مناسب بسازد. آنها پایگاه دریایی را در یک جزیره برپا کردند که تنها راه ارتباطی آن با جزیره از طریق یک مسیر باریک بود. اون وقت چقدر میخواد؟ چقدر باید اون سمتی بیایم؟ نه نمیخواد این سمتی بیاد. تازه باید 1-2 سانت هم به سمت خودت بکشیش. چی شد، حرکت میکنه؟ نه تکون نمیخوره. سرانجام ابزارهای جردن کارساز می شود و او می تواند تعدیلاتی ظریف در کار ایجاد کند. آل می خواهد برای جلوگیری از وقوع هر مشکل دیگری تمام اندازه ها را مجدداً بررسی کند. بالا چقدره؟
اندازه‌شو گرفتم، تقریبا 11.2. اندازه سر به سره. متر اونورش هم بذار ببین چنده. باشه 11.1. سعی کردم اضافیاشو چقدر ببرم. اضافه داره؟ 1.48. سعیش چقدر اضافه داره؟ اونم 1.48. انجام شد. کمی تشویق میتواند باعث بهتر شدن کار کارگرها شود. اتصالات قدیمی را معمولاً با استفاده از آلات چوبی خاصی محکم می‌کردند. البته از این ابزارهای خاص در مراکش پیدا نمی‌شود. بار دیگر حاج مشکل گشا می‌شود. می‌توان با دستکاری قسمت‌های مختلف این فاصله را جبران کرد. اما دردسر اصلی ساخت چرخ‌ها به شکلی است که بتوانند حرکت کنند. تیم چالش بزرگتر دیگری دارد که باید با آن روبرو شود. در این مرحله تیم به کمک یک متخصص احتیاج پیدا می کند. صرفاً ساختن یک برج غول‌پیکر کافی نیست، بلکه باید آن را به قدرت آتش مجهز کرد. شاه دیونیسیوس گروهی از برجسته ترین اسلحه سازان دنیای باستان را دور هم جمع کرده بود تا به ماشین غول‌پیکرش مزیتی کشنده بدهند. این گروه موفق شدند یکی از برجسته ترین پیشرفت‌های نظامی قبل از ورود باروت به غرب را انجام دهند. آنها موفق شدند اولین تیر و کمان مکانیکی را بسازند. روز پنجم، پاول دنی انگلیسی آمده تا بخشی از سلاح‌های دنیای باستان را مجدداً بسازد و روی برج متحرک نصب کند. سلام، من پاولم. سلام، من لاریم. سلام پاول، من جنیفرم. شما باید متخصص تیر و کمان باشید، درسته؟ بله دقیقاً همینطوره. سلام، منم جردن هستم. از دیدنتون خوشحالم. جردن. پاول دنی، متخصص سلاح‌های باستانی و همچنین کار با تیر و کمان است. نظرت راجع به این چیه؟ خب خیلی جالبه. 3 طبقه و نصف دیگه هم باید بریم بالا. خب امیدوارم زودتر تموم بشه تا بتونیم تیر و کمون رو اونجا نصب کنیم. تیم خوبی هن ولی تعدادشون خیلی کمه. دیونیسیوس احتمالاً همه ارتششو برای ساخت همچین چیزی به کار گرفته بوده. فشار از دست دادن زمان هرچه بیشتر روی اعضای تیم احساس می شود. وقت داره میگذره. قسمت بالایی برج تا زمانی که چرخ‌ها با دقت سر جای خود نصب نشده باشند نمیتواند ساخته شود. هر خطایی در این مرحله میتواند بعداً فاجعه آمیز شود. جای چرخ‌ها عوض شده و گروه باید تنظیمات جدیدی را برای آن لحاظ کند. باید اینجا رو ببریم. درست اینجا. باید ببریمش تا جای چرخ باز بشه. آنها مجبورند به منظور جا دادن چرخ در میان شاسی بخشی از یکی از تیرها را ببرند. سرانجام زمان نصب چرخ‌ها فرا می‌رسد. کلی روش کار کردیم و آخرش تونستیم تمومش کنیم. خب خیلی مراقب اون چرخ باشین. در همین زمان پاول با استفاده از قطعات فلزی که از بریتانیا با خود آورده در حال ساخت یکی از نمونه‌های باستانی تیر و کمان است. دیونیسیوس فهمیده بوده که برای موفق شدن تو کارش باید متخصصا رو کنار هم جمع کنه، چون اگه اونا دور از هم کار میکردن مطمئنا نتیجه چندان خوب نمیشد. چیزی که اونا در نهایت ساختن فناوریش خیلی پیشرفته بود و میتونست تیرای بزرگتری پرتاب کنه. تو فاصله‌های نزدیک عملکردش خیلی خوب بوده و میتونست خیلی راحت به زره نفوذ بکنه. تاریخ نویسان معتقدند سربازان برای بالا رفتن از برج از نردبان یا پلکان موجود در آن استفاده می‌کردند. اما این حرف تا چه حد می‌تواند در مورد سربازان مسلح به تجهیزات سنگین درست باشد؟ به نظر من میتونیم به جای پله از یه جور رمپ استفاده کنیم. اینجوری حرکت کردن روش به مراتب ساده تر هم میشه. میتونیم با اون چوبای اون گوشه رمپو بسازیم. خیلی راحت میشه. اون چوبا رو میبینی؟ با همونا میتونیم رمپی که گفتم رو بسازیم. اعضای تیم با ساختن این برج بخشی از معماهای دنیای باستان را حل میکنند. اما پیش از این اتفاق با یک مشکل امروزی روبرو میشوند. یکی از ذره برقیامون از کار افتاده. صدای بدی میده.
دلم میخواد بکوممش به اون دیوار. در کمال تعجب اعضای تیم میبینند که حاج از پس این مشکل هم برمیآید. توانمندی حاج باز هم به تیم ثابت شد. کارت حرف نداره حاج. واقعا ممنونم ازت. روز ششم. فقط امروز و فردا رو وقت داریم. امیدوارم امروز مثل دیروز نشه. کار واقعا سختیه. اعضای تیم موفق میشوند چرخ‌ها را در سر جای خود مستقر کنند و آن را به حرکت نزدیکتر کنند. چرخ حیرت انگیزن. واقعا معرکه‌ان. برای اینکه برج بتواند حرکت کند، چرخ‌ها و شاسی باید کاملا تراز باشند. تنها در این صورت است که این ابرسازه میتواند به حرکت درآید. باز هم یک مشکل دیگر. اندازه مختلف محورها باعث شده است که کار تراز کردن چرخ‌ها با مشکل مواجه شود. باید یه خورده اینوری فشارش بدیم. الان دیگه درسته. به نظر خوب میاد. ترازه. سرانجام میتوان قطعات دیواره هایی که جنیفر آنها را ساخته نصب کرد. کلی روی اینا زحمت کشیدم. دوست ندارم اینجوری بلندشون کنن. به سمت بیرون هلش بدین. یه خورده بیشتر. همینجا خوبه. عالیه. یه دیلم لازم دارم. یکی به من یه دیلم بده. آفرین لاری، محکم‌تر بزن. دوباره که گیر کردیم. این ماشینو واسه رو بتون ساختن، نه اینجا. باید لاستیکایی مثل لودر بندازیم زیرش. خب خوبه، داره جواب میده. 1 2 3. آروم. بیارش پایین. از آنجا که سازه کلی نابودگر شهر از چوب ساخته شده بود، خیلی راحت میتوانست آتش بگیرد. اما دایونایسیوس یک شیوه نوآورانه برای زره پوش کردن برج متحرک پیدا کرده بود. این زره احتمالاً از پوست حیوانات ساخته میشد. آل و جردن به یک بازار محلی پوست آمدند تا ببینند آیا واقعاً چنین زرهی کارایی لازم را دارد یا خیر. روش‌های مورد استفاده در اینجا برای قرن‌ها تغییر نکردند. به علاوه بوی این محل هم تغییر نکرده. بوش افتضاحه. بوی این محل واقعا افتضاحه. باید دنبال پوست تازه بگردیم. پوست تازه میخوایم تا بتونه جلوی آتیش مقاومت بکنه. اینجا تنها جاییه که میشه پوست تازه گیر آورد. قیمتش اینه؟ حتی اگه این پوستا نمیتونستن در برابر آتش مقاوم باشن، بوشون واسه فراری دادن دشمن کفایت میکرده. بوی پوست تازه همه جا رو گرفته. به نظرم اینا باید پوست شتر باشن. به نظر من که این پوستا میتونن خیلی به کارمون بیان. حرف ندارن. همینا رو برمیداریم. به نظرم عالیه. آره، ولی میتونیم همه اینا رو یه جا بخریم؟ اصلا بودجهشو داریم؟ میتونیم حملشون بکنیم؟ میتونیم تکونشون بدیم؟ به نظر من که خیلی به کارمون میاد. خب میدونم. میخوای برجمون شبیه چی باشه؟ سیاه یا سیاه و سفید دوست داری یا قهوه‌ای؟ ببینم کدوم رنگو میپسندی؟ سیاه خوبه. سیاه دوست دارم. پولدار شدی یا میتونی بزنی دری؟ پوست حیوان می توانست برج را کاملا از خطر آتش محافظت کند و آن وقت اسلحه کشنده موجود در آن دشمن را میخکوب می کرد. پاول 2 نمونه از سلاح‌هایی که شاه دایونایسیوس و متخصصانش آنها را ساختند آماده کرده است. نمونه اول چیزی شبیه به یک صلیب است که با استفاده از یک زه و یک چنگک برای نگه داشتن زه تحت فشار کار می کند. میبینین که بالعکس کمونای دیگه لازم نیست از دستتون واسه نگه داشتن زه استفاده کنید. دستتون آزاد و میشه باش کار دیگه یم انجام بدید. قسمت ماشه هم مثل 2 تا انگشت فلزیه که زهو توی خودش نگه میداره. فقط همین؟
اونقدرام بد نبود. آنها سپس سراغ نمونه بزرگتر می روند. کاملا مطمئنم که این همون سلاح مخفیه که دایونایسیوس ازش استفاده می کرده. کلا یه نمونه خیلی بزرگتر و قدرتمندتر از اون چیزیه که دیدیم. باید قرقره رو جلو ببرین. زهو به ماشه. اون رو سر جاش محکم کنین. امیدوارم با اینقدر فشار بتونیم هدف رو به خوبی بزنیم. همونطور که میبینین از تخته یه اینچی رد شد و این اندازه تقریبا به اندازه ضخامت یه سپره. مطمئنم هیچ کدومتون قبلا چیزی مثل اینو شلیک نکرده. میبینین که فقط تو 5 دقیقه به همچین دقتی توی هدفگیری رسیدیم. شکار خوبی زدیم. خوشمزه است. کار امروز به پایان میرسد، اما تیم فردا صبح با اتفاقی غیر منتظره روبرو می شود که می تواند کل پروژه را با خطر روبرو کند. روز هفتم، آل به هتل خود برگشته و ظاهراً هم چندان حالش خوب نیست. لاری نیز با اینکه در محل کار حاضر شده، اما او هم حال و روز چندان خوبی ندارد. به همین خاطر جردن مسئول کارها شده است. امروز روز آخر کارمونه. امیدوارم بتونم کارا رو تموم کنم. فردا روز استراحتمه، نمیخوام خرابش بکنم. خیلی خوب. بسه دیگه، باید پاشم و به کارم برسم. استراحت دیگه بسه. وای، خوابم میاد. اولین آزمایشمون رو روی سازه انجام میدیم. حتما همه حواسشون رو جمع کنن. خیلی خوب، شروع میکنیم. حرکت چرخا چطوره؟ یه خورده سمت چپ میرن، باید از عقب بلندشون کنیم و یه خورده ببریمشون سمت چپ. غیر از این همه چی عالیه. آروم آروم یه جلو. میخوای یه خوردن با دست هل بدیم؟ ها، فکر بدی نیست. فکر میکنم که جواب بده. اینکه کل سازه میتواند به وسیله چند نفر به حرکت درآید یک کشف تکان دهنده است. بعضی از روایات تاریخی گفتند برای حرکت این برج ها به صدها و یا هزاران نفر انسان نیاز است. عالیه. عالیه. یه خورده دیگه بریم جلو، از وسط دیوار رد میشه. برخلاف موفقیت به دست آمده، لاری هنوز هم در مورد تراز بودن چرخ‌ها نگران است. چکش، اینجا رو باید یه خورده چکش بزنیم. به همین دلیل چند تغییر کوچک اعمال می‌کند. الان میخواد برم تو جان دوباره دراز بکشم. هر چقدر کار میکنیم انگار نه انگار پیش نمیریم. به رغم تمام مشکلات، ارتفاع برج بلند و بلندتر میشود. خیلی جالبه. این برج و اون دوران تو شرایطی میساختن که احتمال داشته هر لحظه کشته بشن. خیلی کار زیادی داریم که رو هم دیگه تلمبار شده. امروز حتی اگه همه هم کار کنن بازم تموم نمیشه، مطمئنم. ما بقیه روز رو استراحت میکنیم و فردا هم پر از انرژی برمیگردیم سر کارمون. جردن و پاول از فرصت باقی مانده استفاده می کنند و به امتحان کردن ایده باستانی زره‌های ساخته شده از پوست حیوان می پردازند. دقیقاً از وسطش رد شد. به نظرم پوست گوسفند اونقدر به درد این کار نمیخوره. خیلی نرمه. حالا بهتره که پوست شتر امتحان کنیم. خیلی خوب. آماده تیراندازی؟ به نظر که خوب میاد. ازش با رد این نشد. کمان بزرگتر امتحان باشه. به نظر خوب میاد. اما خصوصیات ضد آتش پوست حیوانات تا چه حد است؟ آیا این پوست ها می توانند در برابر شیطانی به نام آتش یونانی مقاومت کنند؟ نوعی بمب باستانی مشابه بمب های آتش‌زای امروزی. این چیزی که دارین میبینین یه ترکیب شیمیایی باستانیه که در ساخت آتش یونانی ازش استفاده میشده.
خب باید بگم خیلی بیفایده است اگه بخواین با آب، خصوصا آب آشامیدنی، اونو خاموشش بکنین. بعضی روایات تاریخی گفتن که این آتش حتی تا 1 سال هم روشن میمونده. به هر حال چیزای عجیب زیاده تو تاریخ. آیا آب میتواند آتش یونانی را خاموش کند؟ نسبت به اندازه این برجی که ساختیم، این آب احتمالاً در حدود 20,000 گالون باشه. خب بریم سراغ 50,000 گالون. فکر نمی کنم تأثیر روش داشته باشه. خاموش بشو نیست. بعضی از منابع تاریخی گفتند که گاهن پوست حیوانات را به دلیل بالا بردن مقاومتشان در برابر آتش با خزه دریایی میپوشانیدند. غیر ممکنه بشه خزه دریایی را آتش زد. اینو مطمئن شدم. در برابر آتش بوی بدی از پوست بلند میشه. کاملا مشخصه که آتش هیچ تأثیری روی این پوست نداره. میبینید که حتی خزه ها هم کاملا مقاومن. به این شکل میتونستن در برابر آتش از خودشون محافظت بکنن. زره ضد آتش نابودگر شهر را از هر نظر آسیب ناپذیر میسازد. همه اعضای تیم روز تعطیل خود را نیز برای جبران زمان از دست رفته کار می کنند. لاری و آل هر دو بهبود یافته و در بالای برج مشغول به کارند. جردن در پایین نیز مشغول سازماندهی یکی از دقیق ترین کارهاست. میخوایم اون قطعه پل متحرک رو ببریم بالا. باید از نیروی انسان و ماشین کنار همدیگه استفاده کنیم تا یه اتفاقاتی بیفته. خیلی خوب، آماده باشین. به جای ارتش یونان از چند نفر از افراد محلی و جرثقیل استفاده می‌کنیم. ما هر دو حالمون نسبت به دیروز بهتره. الان فقط منتظریم این یه قطعه رو هم بکشیم بالا و بذاریمش سر جاش. اونجوری درست نیست. اینجا همه چی مرتبه. چون قطعه سنگینیه احتمالاً اونجوری بلند کردنش خیلی خطرناکه. باید خیلی مراقب باشیم، اون خیلی سنگینه. قطعه 450 کیلویی به شکل نچندان محکمی روی دهنه لودر ایستاده است. خب تو چطوری میخوای این کار انجام بدی؟ آل میخواهد مطمئن شود کسانی که از پایین قطعه را کنترل میکنند در امنیت باشند. به نظرم بهتر از این دوتا قلابی که اینجا داریم چند تا تناب به چنگک‌های لودر ببندیم تا محکم‌تر بشه. اینجوری استقامتش بیشتر میشه. آره باید موافقم، چون که فکر میکنم که اونجوری امن‌ترم هست و میتونه بهتر باشه، ایمن‌تره. مطمئنم. خب منظور منم همین بود دیگه. باید یه مقدار دیگه کل برج رو بالا بیاریم تا بتونیم به ارتفاع دیوارای قلعه برسونیمش. باید بلندترش بکنیم. الان کوتاهه. ارتفاع برج باید یک طبقه دیگر هم زیاد شود، اما همین حالا هم ارتفاع عمودی مشکل ساز شده است. از اونجا که هیچ لنگر محکمی روی زمین نیست که کل برج رو نگه داره، معلوم نیست موقع حرکت دادنش چه اتفاقی بیفته. هیچ نقطه اتصال ثابتی نداره، فقط روی چند تا چرخ سوار شده، فقط و فقط همین. خیلی خب بچه‌ها، بهتر شروع بکنیم. ای حواست کجاست؟ پل متحرک را دوباره و از جای دیگری محکم کرده و آن را به بالا می‌فرستند. اون بالا اصلا حس خوبی نداره. دوست ندارم جاش باشم. فردا روز حمله است و تیم فقط فردا صبح را برای تمام کردن کار وقت دارد، چون قرار است حمله در عصر اتفاق بیفتد. کاری که شاه دیانایسیوس در حمله به شهر جزیره‌ای مالتیا کرد اتفاقی بود که برای همیشه در ذهن همه ماند. تیم قصد دارد حمله را امروز عصر انجام دهد، اما نابودگر شهر هنوز آماده نشده است.
ریل هایی که پل متحرک را نگه می‌دارند به عرشه طبقه بالایی برج وصل می‌شوند. زره پوش کردن برج نیز ادامه دارد، اما بودجه اجازه استفاده از پوست حیوانات برای پوشاندن کل مجموعه را نمی‌دهد. در نتیجه از ورقه‌های فلزی برای پوشاندن برج استفاده می‌شود. اعضای تیم باید پل متحرک سنگین را به موقعیت حمله بکشانند. به دلیل وزن بالای آن از نیروی کمکی لودر برای بالا بردن پل در کنار نیروی اعضای تیم استفاده می‌شود. من نمیتونم بیشتر از اون بالا بیارمش. باقیشو باید با زور بازوتون بکشید. عالیه. بهتر از این نمیشد. خیلی خوب بود. خیلی 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 خوب بود. سپس موتورهای برج که 4 شتر هستند از راه میرسند. شتر خوبی باشه زیاد نزدیک من نشو. پس باید یکی از مهارا رو از زیر گردن شتر و اون یکی رو از بالای گردنش رد کنیم، درسته؟ اعضای تیم تصور میکنند 4 شتر برای کشیدن برج کافی است، البته اگر بتوانند آنها را در جهت یکسانی هماهنگ کنند. 3 تا از شترها آرومن، فقط یکیشونه که یه خورده داره اذیت میکنه. البته داریم اونو میبندیم کنار بقیه. سرانجام شترها را کنار هم میبندند و آنها آماده حرکت میشوند. شترها به موقعیت حمله. سرانجام لحظه نهایی فرا میرسد، لحظه حمله واقعی. خدای من نمیتونم برم بالا. اعضای تیم با افراد محلی که نقش مدافعان شهر را دارند خواهند جنگید. برای جلوگیری از هر گونه آسیب جدی از تیر و کمانی که پال ساخته استفاده نمی شود. به جای اسلحه از سبزیجات، تفنگ‌های آبپاش و بمب آبی استفاده می شود. خیلی خوب، همه چیز آماده است. اینم مال تو. خیلی خوب، شترها رو ببر جلو. داریم حرکت میکنیم. امیدوارم که مشکلی برای چرخها پیش نیاد. حرکتشون کنده ولی کم کم داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم و این خیلی خوبه. فقط کمی بعد از شروع حرکت به مشکلی برمیخورد. چرخ جلوی سمت چپ از مسیر خودش منحرف شده. هیچ راهی نداریم جز این که پیاده شیم و جهت چرخ رو دوباره درست کنیم. باید با یه اره یه خورده از اون الوارا رو برداریم. به نظر میرسد عجله برای زودتر تمام کردن کار باعث شده که تعدادی از پیچ‌های روی شاسی به اندازه کافی محکم نشود. یکی از پیچ‌ها زیاد سفت نشده بود و همین باعث شده یکی از الوارا جلوی حرکت محور چرخو بگیره. اما در نبرد واقعی ایمنی مسئله مهمی نبوده است. یونانی‌ها در چنین وضعیتی به احتمال زیاد به حرکت خود ادامه می‌دادند و اجازه خنده را نمی‌دادند. به نظرم به اندازه کافی به سمت بیرون اومده. خیلی خب بچه‌ها، دوباره شروع کنیم. و حالا حمله شماره 2. امیدوارم این بار دیگه مشکلی نداشته باشیم. فقط چند متر مونده تا این کارتاژیا رو شکست بدیم. این دفعه شکستشون بدیم. احتمالاً مدافعان شهر مالتیا تحت تأثیر قدرت آتش و برتری ویران کننده شهر قرار گرفته و خیلی زود تسلیم شدند. نبرد ابتدا بر روی پشت بام خانه و سپس به درون شهر کشیده می شده است. خیلی خوب، برو جو، بکشید. برو جو. وای چقدر سریعن. پرت کنید دیگه. به دلیل ارتفاع بیشتر برج دشمن هیچ شانسی در این نبرد ندارد. ضربه آخر رو من میزنم بهشون. خیلی خوب، بکشید به سمت جلو. پل متحرک باز می شود و هیچ چیزی نیست که بتواند اعضای تیم را متوقف کند. خیلی خوب، تسلیم شید. جنگ ادامه دارد. اعضای تیم در نبرد پیروز می شوند، هرچند که به قیمت خیس شدن باشد. نبردی تمیز و بدون خونریزی.
اگه من فرماندهتون نبودم شما شکست می‌خوردین. مثل موشاب کشیده شدم. جنگ طبق اصول جنگی نبود. بود یا نبود مهم نیست، مهم اینه که پیروز شدیم. ما تمومش کردیم. بالاخره تونستی. تنها چند نفر انسان موفق شدند کاری را انجام دهند که کل ارتش یونان برای انجامش مورد نیاز بوده است. آنها تنها در یک هفته موفق شدند یک نابودگر شهر بسازند و نشان دهند این سلاح در 2500 سال پیش تا چه حد میتوانست مؤثر باشد. دایونیسیوس پس از آن پیروزی به قدرتمندترین پادشاه دوران خود بدل شد. فناوری مورد استفاده وی به اسکندر کبیر و سپس رومی ها رسید. چنین ابرسلاحی می توانست برای فتح جهان باستان بی‌نظیر باشد.